دیروز داشتم میرفتم بیرون، یه مشتری به من زنگ زد گفت هیترایی که برام آوردین و نصبش کرد به گاز وصل بشه. من بود رفتم دفتر گلا رو آب دادم، بعد رفتم داخل دفترمون گفتم ابزارا رو بردارم، یه دونه پیشگوشی برداشتم با یه دونه آچار، راه افتادم رفتم دیدم به به چه خبریه، اینجا تازه افتتاح شده، هیترها اومده نصب شده، فقط به گاز باید وصل بشه. از این ویو هوای بارونی فرمانیه رو نگاه کردم، بعد شروع کردم به کار. اول گرفتم سرشیرهای گاز رو وصل کردم، شیلنگو انداختم، بستش رو بستم، پیچا رو محکم کردم که گاز نشتی نده، اومدم پیچا اینور که به هیتر وصل میشه رو سفتش کردم، یه رابطم گذاشتم که شیلنگ بزرگتر بشه و شیلنگا رو دادم زیر کاور هیتر. این هیتر رو کوتاهش کردم، این یکی رو بلندش کردم، از 160 سانت تا 210 سانت تنظیم کردم. مشتری بهمون یه چای خیلی خوشمزه و دبش داد. رفتم یه مصاحبه گرفتم. اجازه است من از شما فیلم بگیرم؟ زنده باشید. ما این هیترها رو اینجا نصب کردیم، گازیه. نظرتون راجع به این هیترها چیه که گرمایش چطوره؟ احساس میکنم داخل خونه هستم. خوبه کار؟ خیلی. الان راحتی گرمیم که دست رو در خیلی خواهش میکنم. دوباره بارون گرفت، ریخ روی این هیترها، به به چه گرمایی داره میده. بعد اومدم گفتم بذار تستش کنم ببینم قطع کنش کار میکنه، یعنی 2-3 تا زدم تو سر این، دیدم نه قطع کنه کار میکنه و وقتی که ضربه میخوره خاموش میشه. مشتری بهمون یه پیتزا خیلی خوب داد، دستش در نکنه، رفتیم سوار ماشین شدیم. اینم ادامهش.